ما ترکا وقتی مریض میشیم خودمون دردمون رو به پزشکمون توضیح میدیم. البته اگه که پزشک ترک باشه زودتر متوجه میشه. ما یه آغرو داریم که یه درد کلیه، یه سانجه داریم که یه درد شدیده، یعنی حاد و شدید غیر قابل تحمل، مثل ایلان سانجسه، مثل نیش مار که خیلی بد اذیت میکنه، یا مثل درد زایمان، میگیم فلان خانوم سانجسه توتوب، یعنی درد شدید زایمان گرفته. یه اینجی داریم، یعنی سانج اینجی یه درد خفیف و مبهمه که خیلی اذیت کننده نیست. اما جاهای دیگه که درد میکنه، مثلا وقتی میگیم گیزله یعنی خون نمیرسه، وقتی میگیم زقگله یعنی مثلا دیشیم زقگله یعنی دندونم عفونت شدید گرفته، و وقتی میگیم اورایم بولانه یعنی الانی که استفراغ کنم حالم داره به هم میخوره. وقتی میگیم مگله یعنی حالت تهوع دارم، میتونه از مثلا بارداری باشه، از اعصاب باشه. وقتی میگیم معدم گاینه یعنی پر از اسید شده، همین الانه که معدم سر بره، اسید معدم سر بره. یاشی یاسوس.